سلام دوستان، بدون معطلی بریم سراغ اخبار و حواشی امروز. مهمترین خبر امروز تک بازی فینال بین اینتر و پاریس است. بازی که لحظات کمی برای شروع آن مانده. دو تیمی که برای رسیدن به فینال تیم‌های زیادی رو از پیش رو برداشتن. امیدواریم یک بازی بیادماندنی رو شاهدش باشیم. فکر کنم بعد از خبر فینال لیگ قهرمانان اروپا مهمترین خبر جدایی اسطوره وایخو است. اسطوره وایخو در پست جداییش را از تیم اعلام کرد. خیلی ممنونم از همه توی رئال مادرید بابت این فصل‌هایی که با هم لحظات مختلفی رو گذروندیم. من و خانواده‌ام با حس خوبی میریم چون توی این دوران تا لحظه آخر زندگی کردیم، کار کردیم و لذت بردیم. بدون شک کلی درس یاد گرفتم، هم توی زمین و هم بیرونش. شوخی کاربران مجازی با فرمین لوپز. فرمین لوپز بازیکن بارسلونا گفته بود 32 می در فینال چمپیونز لیگ من آنجا خواهم بود. امیدوارم تونسته باشه بلیت بازی رو به موقع تهیه کنه. در یک خبر دیگر رئال مادرید فعلا از جذب آلوارو کارراس عقب نشینی کرده. بازیکن خودش علاقمند برگرد اسپانیا، ولی تردید باشگاه باعث شده بنفیکا حس کنه که اون قراره بمونه. قیمتش بین 40 تا 50 میلیون یوروه و فعلا چون بنفیکا توی جام باشگاه‌های جهان حضور داره، این انتقال موقتاً عقب افتاده. در ادامه حواشی نقل و انتقالات تیم رئال مادرید دنبال جذب یا هافبک است. مذاکرات برای جذب آلوارو کارراس در حال کمرنگ شدنه و الان اولویت رئال مادرید جذب یا هافبک با سبک بازی مثل کروس است. تمرکز رئال مادرید روی تقویت خط هافبک تا جای خالی کروس رو پر کنه. گزینه اصلی فعلاً آنجلو استیلر 24 ساله از اشتوتگارت هست که همون مدیر برنامه‌های کروس یعنی فولکر استروث نمایندشه و این موضوع میتونه مذاکره رو راحت تر کنه. هرچند الان مصدومه. در بلند مدت هم رئال میخواد رودری از منچستر سیتی رو جذب کنه. قراردادش تا 2027 اعتبار داره، ولی باشگاه برای تابستون 2026 به طور جدی براش برنامه ریزی کرده. فعلا چند گزینه زیر نظر هستن و منتظر تحرکات بازارن تا هزینه‌ها هم مدیریت بشه. جوون آینده‌دار 17 ساله آرژانتین به سوی پاریس. فرانکو ماستانتوئنو به پاریس سن ژرمن میره. اونا رقابت رو بردن و همه چی تموم شد پاریس. حالا با تمام توان برای بازیکن تلاش میکنه. مذاکرات در جریان هستن. از طرف باشگاه‌های انگلیسی و اسپانیایی علاقه وجود داره، ولی پاریس تمام توانشو برای این معامله گذاشته. یک آمار تقدیم شما. پیش از شروع بازی امشب تمام فینال‌ها و قهرمان‌های لیگ قهرمانان اروپا در طول تاریخ این رقابت‌ها رئال مادرید با 15 قهرمانی در صدر، آس میلان دوم با 7 قهرمانی، لیورپول و بایرن مونیخ با 6 قهرمانی سوم. شهر اولینها پاریس سن ژرمن امیدوار به تکرار تاریخ. فینال امشب لیگ قهرمانان اروپا 2025 در حالی در شهر مونیخ برگزار می شود که طی 4 فینال برگزار شده قبلی در این شهر هر تیمی که قهرمان شده برای اولین بار در تاریخ خود قهرمانی در اروپا را تجربه کرده است. تیم‌های ناتینگهم فارست، دورتموند، مارسی و چلسی. رکورد ناکامی برای پاریس، تیم‌هایی که بیشترین تعداد بازی در لیگ قهرمان اروپا را بدون بردن جامی انجام دادند. پایان ایوانز پس از 19 سال، مدافع یونایتد از فوتبال خداحافظی کرد. ایوانز پس از 8 سال دوری در تابستان 1220 به منچستر یونایتد بازگشت. 2 فصل بعدی را در اولد ترافورد سپری کرد و در نهایت تصمیم گرفت کفش‌هایش را آویزان و از دنیای فوتبال خداحافظی کند. آمار جانی ایوانز با لباس شیاطین سرخ: 1 لیگ برتر، 2 جام لیگ فوتبال، 1 لیگ قهرمانان اروپا، 1 جام حذفی، 1 جام باشگاه‌های جهان.